Ladies and gentlemen, good evening to all of you. شام همگی بخیر. تشکر از لطف و مرحمتی که در حق ما انجام داده. یک دنیا ممنون. منت بردارتان. تشکر از کسایی که زمینه رو مساعد ساخت که ما بتونم همراه یک بار دیگه همراه وطندارای خود در دل بکنم. پیش از اینکه مدفعای خود شروع کنم، یاد قربانیان جنگ در افغانستان و در کشورهای دیگر گرامی می‌دارم و خاطر ای که اعتراف و درد و رنج مردم و قربانیان ما را مسئولیت می‌بخشند که یاد از کسایی که جان خود از دست دادن و خاطر آزادی ما و خاطر بهبود وضعیت در افغانستان. البته قربانیان جنگ چی در افغانستان، چون قربانیان جنگ خشونت چی در بیرون از افغانستان. I also show my deep solidarity and condolences to the victims of Sydney terrorist attack. It's a small example of what we go through in Afghanistan, but I'm not saying promoting of course, the aggression. دوستای عزیز، خانم ها و آقایان، بسیار زیاد تشکر از اینکه اینجا آمدیم و وقتتان به خاطر بزرگداشت یا قدردانی از ما ضایع می‌سازم. میخوایم یادآوری بکنم که ما کار بسیار فوق‌العاده نکردیم، اما شرایط بسیار سخت بوده در افغانستان. کاری است که هر کدام شما به خصوص جوانان به بسیار آسانی در شرایط فعلی در این کشور میتونه انجام بده. اما چند نکته به خاطر فرمالیتی هم که شده باید یادآوری بکنم. یک، دوستای عزیز، مسئله حقوق بشر یا ارزش‌های حقوق بشر تمام در ژنوا و در نیویورک و در تالارهای که نمونه دموکراسی است بحث نمیشه، نباید بحث شود و گفته شود، بلکه در هر خانواده باید بحث شود و تمرین شود. یعنی ما از خانواده خود شروع کنیم که احترام به ارزش‌های حقوق بشری داشته باشیم و او میتونه افغانستان یا هر کشور دیگه از مشکلات نجات بده. ما در افغانستان به خاطر که برتری طلبی در افغانستان حاکم بوده، کدام قوم و کدام حق میتونه لیدر افغانستان باشه یا رهبر افغانستان باشه یا میتونه صاحب افغانستان باشه، مشکلات رو که شاهدش هستیم. متاسفانه افغانستان و مردم افغانستان در مجموع قربانی تمام این حوادث است و قربانی جنگ‌های 50 ساله در افغانستان است. دوستای عزیز، جنگ‌ها تنها دیوار و پل و سرک و خانه را تخریب نمی‌کنه، مناسبات مردم را به هم می‌زنه. چیزی را که ما در افغانستان متاسفانه شاهدش هستیم، گرچه در افغانستان تبعیض بود قبل از جنگ‌ها، ولی به هیچ صورت به این حد نبوده در افغانستان. بنابراین ما وقتی که از حقوق بشر گپ میزنیم که میگیم حقوق بشر باید عملی شود، اون معنیش است که ما از برابری نمی‌رسیم. هیچگاه طرفدار برتری طلبی نیستیم و همین ارزش‌های حقوق بشری رو ما میتونیم از خانه خود شروع کنیم. وقتی ما از برابری جندر اکوالیتی یا از برابری زن و مرد یا از برابری انسان‌ها در کشور گپ میزنیم یا در قوانین اساسی هر کشور او درج میشه، او باید عملی شود. متاسفانه هنوزم خشونت علیه زنان و انواع مختلف در گوشه و کنار دنیا رایج است و شمول همین کشوران. I have to say this in English. The pay gap in this country represent the lack of gender equality. I'm sorry to say this, but I hope that you really look at it, and that can be
cause of conflict. I think that when we try to be superior and put the other part of the community in inferior position, even if it's family or outside of the family, then we cause a conflict over there. Colleague from Sudan, I think. I'm glad that I was able to go to your beautiful country, and I'm really sorry what's going on in both Sudan, in North Sudan and South Sudan. And I have deepest solidarity with the victims in both Sudan. به او خاطر است که توقع ما و خواهش ما از شما و از مردم ما انسانی را منظم بسازد و یک قانون او را محدود بسازد. ما از حق خود، حق آزادی بیان یا حق دسترسی به تعلیم یا حق دسترسی به عدالت باید استفاده از این بکنیم و این حق باید گرفته شود و ما میتونیم این حق با همبستگی، با احترام به یکدیگر، با همین دیدگاهی که من وقتی که بر خود حق میخوایم و دیگران حق میخوایم، بنابراین ما میتونیم به موحد برسیم و از خشونت‌هایی که در افغانستان جاری است یا در کشورهای دیگر جاری است از ما جلوگیری بکنیم. یعنی جای تأسف است که افغانستان یگانه کشور است که محدود می‌سازد تعلیم دختران بعد صنف 6. یگانه کشور است که محدود می‌سازد کار زنانه. این جفا در حق ملت است که سالهای سال جبران نمی‌شود. در حق تمام مردم افغانستان است. بنابراین ما تلاش بکنیم که همیشه از برابری گپ بزنیم و هدف ما این نباشه که ما در صدد از این باشیم که حق دیگران رو پامال کنیم از دیگران برتر هستیم. و میخاطر است ما میخواهیم از هر یک شما که لطفاً از هیت سپیچ یا پرخاشگری پرهیز کنیم. یک آدم که راه میره، مثلا نگران میره، پایین در چوب میخوره، در سنگ میخوره، در خار میخوره، در مندر در روی چمن سبز مقبول را میره. اما مناشی نیست که یک کس من خوش ندارم، یا از خبرش خوشم نمیاد، یا از قومش خوشم نمیاد، یا یک وقت همسایه بوده من سلام ندارم، حال ما علیه از گپای خراب و بد استفاده کنیم. هیچ کس حق حرمت دیگران نداره. آن از هر قوم کس، از هر کشوری کس. بنابراین شما تلاش کنید که از پرخاشگری پرهیز کنید. پرخاشگری ما رو به عدالت نمی‌رساند. کار اساسی و بنیادی، کار انسانی ما رو به عدالت می‌رساند. بنابراین توقع من از شما است که شما در این راستا کار بکنید، مذاکراتتون رو بالا ببرید و از پرخاشگری پرهیز کنید. مسئله دیگه که ما باید برای یک زندگی آرام در افغانستان یا در بیرون از افغانستان تلاش بکنیم، تقویه پاسخگویی است، تقویه دسترسی به عدالت است. پاسخگو قرار دادن کسایی که جرم میکنند اساسی و بنیادی است. حداقل باید اعتراف کنند از قربانی‌ها معذرت بخواهند. من هیچ با طرفدار انتقام نیستم. یادتان باشه که انتقامگیری عدالت نیست. ما باید برای عدالت مبارزه کنیم و دسترسی به عدالت یک چیز لوکس نیست که حتما برای کشورهای پیشرفته است. هر انسان حق داره دسترسی به عدالت داشته باشه و عدالت حق ماست. اگه این کار نکنیم فرهنگ مافیات ادامه پیدا میکنه و تکرار تمام چیزایی که ما در افغانستان شاهدش بودیم تکرار بشه. بنابراین من توقع این است که شما همیشه در رابطه با دسترسی به عدالت و پاسخگویی افراد هر کدام ما باید پاسخگو باشیم. من سیما زمانم پاسخگوی عمل خود باید باشم. کسی دیگه که قماندان جنگ بوده هم باید پاسخگوی عملش باشه. به اون خاطر ما از این طریق میتونیم به یک جامعه که مرفع باشه، به یک جامعه که در اون حاکمیت قانون باشه برسیم. نقطه دیگر میخوایم یادآوری بکنم این است که تخطی حقوق بشر و ما نباید نرمال شود. Normalization of violation of human rights is a dangerous
path to all the humanity. So ولی که ما کرامت انسانی را حفظ بکنیم باید علیه نورمالیزیشن تفکر بشر مبارزه بکنیم. نگوییم که خب مردم عقل مانده است دیگه رفتن شانه‌ای است. I'm so glad that the Afghan community in Australia show the other side of Afghanistan, the real side of Afghanistan. It's not the men with the beard, long beard and gun, and women behind that blue tent, the human face behind those, and I'm glad that the Afghan youth here are contributing to Australian society in a positive way. And I'm proud when I see people, one is sitting here, who's PhD student. I think that is really something that we have to do. I think the problem in Afghanistan is not the problem of